مطلبی میخواستم خدمت هنرجوهای مبتدی بگم در رابطه با فیلم ها و یا تیزرهای نمایشی که در فضای مجازی میبینید، به خصوص تیزرها و ویدیوهای نمایشی که از بچه کره ای هستن در رابطه با تکواندو. میخوام اینو بگم که اینا تیم‌های نمایشی هستن. تیم‌های نمایشی روزانه کارشون اینه که چندین ساعت روی این مسائل تمرین میکنن. یعنی اون تکواندویی که شما تمرین میکنید، هنرجوی مبتدی با شما هستن، اون تکواندویی که شما شروع کردید به تمرین کردن با تکواندویی که اینا کار میکنن، منظورم تیم نمایشیه، واقعا تفاوت زیادی داره. خواستم بگم که اینا فقط جنبه نمایشی داره و کره میخواد توانایی خودشو تو این ورزش از طریق این نمایش ها نشون بده. خواهش میکنم بچه های هنرجو مبتدی سعی نکنن یک همچین حرکت هایی انجام بدن، اونم در ابتدای کار، که میتونه یه مجروحیت های بسیار بسیار عمیقی برای شما در بدنتون به وجود میاره، بعد پشیمونی میاره. در صورت خواستم بگم حواستون باشه اینا فقط ویدیوهای تبلیغاتیه، نه اینکه نیست، واقعیت داره، ولی اینا اشخاصی هستن که در هفته ساعتها تمرین میکنن صرفا برای این نمایش ها. بازم تکرار میکنم، تکواندویی که شما تمرین میکنید در ابتدای کار با تکواندویی که اینا میزنن در تیزرهای نمایشی زمین تا آسمون فرق میکنه و هر کسی نمیتونه، هر تکواندوکاری نمیتونه یک همچین نمایشایی بده، چون باید شرایط فیزیکی بدنیش برای این کار به قول معروف باشه. پس خواهش میکنم گوله، حالا این کلمه رو میگم شاید جالب نباشه ولی در این حال خیلی عامیانه و دوستانه، گول این ویدیوها و تیزرهای نمایشی رو نخورید و سعی کنید از ابتدای کار با اون پایه و اساس یادگیری تکواندو توسط مربیان گرامی و فریختتون پیش برید. تا ویدیو بعد.